محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا سيدي واللي عجز معك معذور لا صار دلا این زندگی جز یک سفر نیست، گذرگاه هست و راهش بی خطر نیست. چو خواهی با صفا باشی و صادق، بجز راه خدا راهی دیگر نیست. بجز راه خدا راهی دیگر نیست. غمی بیچارگان خوردن مهم است، دلی از خوب نیازردن مهم است. چی مدت زندگی کردن مهم است، چگونه زندگی کردن مهم است. عیوب خویش را دیدن مهم است. خطا باشد ز مردم عیب جویی، خطای خلق بخشیدن مهم است. خطای خلق بخشیدن مهم است. دلا درد آشنا بودن مهم است، به مردم عشق ورزیدن مهم است. چو خواهی با صفا باشی و صادق، بجز راه خدا راه دیگر نیست. بجز راه خدا راه دیگر نیست. چنان کن زندگانی با خلایق که باشن از تو راضی خلق و خالق. اگر خالق زی تو راضی نباشد، نماز و روزه جز بازی نباشد. اگر خالق زی تو راضی نباشد، نماز و روزه جز بازی نباشد. تو را گر تکیه بر زهد و نماز است، مکن تکیه که خالق بی نیاز است. مکن تکیه که خالق بی نیاز است. اگر تکیه کنی بر فضل او کن، چو سیری جسم و جان را بذل او کن. مشو بر طاعتی بسیار مغرور، که ابلیس از پی این گشت مقهور. هزاران سال طاعت پیش آورد،
بشد باطل چو عجبی پیش آورد. اگر تکیه کنی بر فضل او کن، مشو بر طاعتی بسیار مغرور. عزیزان این جهان به اعتبار است، بظاهر گرچه پر نقش و نگار است. بلالای دنیا دیل نبنده که این لالا فریبی روزگار است. کناری هر پیاده اسب نتازه، نه هر مرکب نشین دایم سوار است. بگیریم پن از شاهان دنیا، گه حاکم گه در پایدار است. نه هر مرکب نشین دایم سوار است. بگیریم پن از شاهان دنیا، گه حاکم گه در پایدار است. به برد و باخت دنیا دل نبازیم که این دنیا چو یک میزی قمار است. بزن رو بازوی قدرت آه ننازیم که پیری با ضعیفی سستی انتظار است. بزن رو بازور قدرت ننازیم، پیری با ضعیفی سستی انتظار است. خلاصه که هر یک انسانی که پیاده هست، ما با بالای او با ماشینای خوب بیشتر نرویم که روز میشه که ما هم پیاده میشیم. بسیار در دنیا مستی و وزمین مستی و دیگه بالاخره ما تکبری نکنیم که بسیاری پادشاه ها بودن که گاه حاکم بودن و گاه در تایدار شدن. با زر و با زوری و با قدرت خود حضرت میگن ننازیم که پیری و ضعیفی و سستی همه در انتظار است. یعنی همه روز میشه که جوان هستی پیر میشه و با قوت هستی بی قوت میشه. همه ها در انتظار ما و شما هستن. باید که ما همیشه در این دنیا درس عبرت داشته باشیم. یا رب اگر نگذری از جرم و گناه هم چه کنم، ندهی گر بدری خش پناهم چه کنم، گر بیرانی و نخوانی و کنی نومینم، بکی رو آرم حاجت زکی خواهم چه کنم. بار الها
کرمی مرحمتی مدد کن. کاروان رفتم من ماده براهم چی کنم؟ روز حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در مکه بود. ناگهان جبرائیل علیه السلام به نزد حضرت آمد و گفت: ای محمد صلی الله علیه و سلم، من یک نظر به سوی دوزخ کردم. نصف امت تو در دوزخ می سوختند. وقتی که این سخن را محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم شنید، به سوی کوههای مکه دویده رفت. صحابه ها شتاب کردند او را نیافتند. 4 روز حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را کافتند، ولی از او خبری نبود. بالاخره صحابه ها به نزد چوپان رسیدند. آن چوپان سرش خم بود، گوسفند بانی می کرد. پرسیدند: ای چوپان، محمد صلی الله علیه و سلم را می شناسی؟ آیا او را تو دیدی؟ گفت: نه، من محمد صلی الله علیه و سلم را نمی شناسم. صحابه ها گفتند: ای چوپان، برای چی در این جایی؟ گفت: 4 روز است که گوسفندان من از جای خود حرکت نکرده اند. من هم در این مدت آب و نان نخورده ام. صحابه ها گفتند: برای چی حرکت نمی کنند؟ چوپان گفت: از همین درون غار 4 روز است که آواز گریه می آید و گوسفندان من آبی چشم می ریزند. وقتی که صحابه ها وارد غار شدند، دیدند که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در سجده است. او سر خویش را در سجده گذاشته بود و این سخن می گفت: خدایا، امتان مرا گناههایشان را ببخش. آدما بعد از مرگ قدر همدیگه رو میفهمن. حالا که میخواهی بعد از مرگم قدر مرا بدانی، من همانم، اکنون جلو تو نشستم و شما هم همانید، جلو من نشستید. مهربان باشیم در حق همدیگه، عفو بکنیم یکدیگر را، قدر یکدیگر را بدانیم. دعای خیر من پشت سر هم باشد. قدر یکدیگر را بدانید، در حق همدیگر مهربان باشید، قبل از این که یکی از ماها دیگری را نیابد و آن چیزی است که خیلی زود اتفاق می افتد. هر روز ما شاهد این هستیم که کسی بود و اکنون نیست، دیروز بود و امروز نیست، امروز هستیم و فردا نخواهیم بود. بیا تا قدر یکدیگر بدانیم که تا ناگه ز یکدیگر